فتيات اليوم كفاكي تركاضا خلف سرابي، عودي نحو الإسلام لا تستمعي لذئابي، فالشرق دمار فيه والغرب عدو كتابي، همهم طمس الدين وكذا لفظا لترابي. عمر ابن خطاب رضی الله عنه به سوی شام رفت. اشرافزادگان شام که به قریبی اسلام را پذیرفته بودند همراه صحابه بزرگ ابو عبیده رضی الله عنه به پیشواز او برآمدند. قبل از پذیرایی به او مشک آب پیشکش نمودند. عمر ابن خطاب رضی الله عنه از اشترش پایان آمد و کفشهایش را از پایش برآورده کنار گذاشت. سپس مشک آب را همراه با نقطه اشتر گرفت و در حالی که آب می نوشید پیشوازگیرندگان به استقبال او رسیدند. این هنگام ابو عبیده رضی الله عنه گفت: به تحقیق نزد باشندگان این سرزمین یعنی اهل شام یک عمل ناشایسته انجام دادید. چون عمر رضی الله عنه این کلمات را شنید با دستش به سینه اش زده گفت: هیهات ای ابو عبیده، اگر غیر از تو کسی دیگر این سخنان را می گفت می دانستم با او چی کار کنم. هر آینه شما خوارترین و ناتوانترین مردم بودید، پس خداوند شما را به شرافت اسلام عزت و آبروی داد. پس آگاه باشید که هرگاه شما عزت و آبروی را از غیر اسلام طلب نمایید خداوند شما را خوار و ذلیل می گرداند.